بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستای عزیز، خوش آمدید به افغان لرنینگ زون. امیدوارم در صحت کامل جور خوب باشین. دوستای عزیز، یکی از دوستای ما سوال کرده بود که چه قسم می توانیم که در موبایل دوستای خود، در موبایل فامیل خود از خارج از افغانستان کردیت پول اضافه کنیم. دوستای عزیز، میریم طرف موضوع خود. میبینیم یک سایت است به نام موبایل ریچارج. شما میتونید که لینک این سایت اینترنتی را در دسکریپشن ویدیو به دست بیارین. شما زمانی که داخل از این سایت آمدین، دوستای عزیز، شما میپرسه که با کدام سیم کارت میخواین شما پول ارسال کنین. روشن است، اتصالات است، MTN است و یا افغان ویلد است، افغان بی سیم. شما یکی از این انتخاب میکنین. دوستای عزیز، ما انتخاب میکنیم اتصالات. زمانی که انتخاب کردین، برای شما میگه شما نمبر موبایلی که برش میخواین که کردیت ارسال کنین و نوشته کنین. نوشته میکنیم یک شماره را. دوستای عزیز، زمانی که شماره را نوشته کردین، برای شما میگه درست شماره درست است و یا اینجا شما انتخاب میکنین که چقدر پول میخواین شما ارسال کنین. هر چقدر که میخواستین شما ارسال کنین، بالا از کلیک میکنین. بالا از 7.61 رو کلیک میکنین. برایتان میگه که برای کسی که شما ارسال میکنین 500 افغانی یا 7.61 یورو 500 افغانی میشه و چون در افغانستان فعلا مالیه میگیره از کردیت و آنها 450 افغانی در موبایلشان اضافه میشه. میگین درست، کانتینیو میکنین. زمان کانتینیو گفتین از شما میخواه که اکاونت جور کنین در این سایت. باید اکاونت داشته باشین، در این صورت میتونین شما ارسال کنین کردیت. یا شما اکاونت جدید جور میکنین یا از طریق گوگل کنیکت میکنین و یا طریق فیسبوک. آسان ترین روش از طریق فیسبوک است. دوست عزیز، برای فیسبوک کلیک میکنیم. زمانی که بالای فیسبوک کلیک کرد، اینجا فیسبوک ما اگر در صفحه ما آنلاین باشه اتومات میگیره، اگر نباشه شما باید فیسبوکتان نوشته کنین. و دوست عزیز، میتوانین از طریق موبایل خود همچنانی را پیش ببرین. از طریق موبایل هم میشه. همراه فیسبوک ما کنیکت شد. دوست عزیز، زمانی که همراه فیسبوک ما کنیکت شد، بازی معلومات است. میتونین که را تغییر هم بتین خودتان. اگر به یورو ارسال میکنین، اگر به پاوند ارسال میکنین و یا دلار، به یورو رو انتخاب میکنیم. کریت نیو اکاونت، بالا از کلیک میکنیم. برای ما اکاونت ما جور شد. دوست عزیز، ولکم، اکاونت شما جور شد. اینجا میبینیم دوست عزیز باز معلومات است. 7.61 ما انتخاب کرده بودیم. معلوماتی را که ما انتخاب کردیم برای ما اینجا نمایش داده. زمانی که پورا بلتان ارسال میکنه 1.40 پروسسینگ فی، یعنی اقدره این سایت از پیش شما فیس از این ارسال کردن از پیش شما میگیره که مجموعاً 9.01 یورو میشه. شما چه قسمی را پرداخت میکنین؟ از طریق پیپال، ویزا کارت یا ماستر کارت. شما اول باید باز معلومات دیگه هم بتین اینجا. آدرس خود را میتین اینجا. دوست عزیز، کدام شهر است و زیپ کود از اون شهری که فعلا در اونجا زندگی دارین و استیت رو انتخاب میکنین. بالا ماستر کارت، ویزا کارت، از هر طریقی که میخواین شما، از هر طریقی که میتونین شما
از طریق پیپال میتونین و از طریق ماسترکارد و ویزا کارت. شما شماره کارت اینجا نوشته میکنید دوست عزیز، expiry date و اینجا شماره کدی که در پشت سر کارتتان می باشه دوست عزیز، او کد نوشته میکنید، کد 3 رقمی می باشه. save the payment method، این را سیف کنین، بخاطر که اگر باز دوباره ارسال کنین این معلومات دوباره از پشتان نمیخواه و سیو می باشه. کارتتان، شماره امی کودتان و آدرس و تمامش سیو می باشه. place order یعنی شما میخواین کالا یعنی پول اضافه کنین در سیم کارت دوستان فامیلتان، بالا ازی کلیک میکنین دوست عزیز. password press sign transaction to continue، sign transaction میکنین دوست عزیز. از این طریق شما میتونید که پول ارسال کنین دوست عزیز. و چون فعلا ما شماره کارت درست نوشته نکرده بودم، از او خاطر برای ما بوده که we are sorry your transaction was declined, please check your credit card detail and try again. زمانی که شما مو آخری علامت فشار میتین پول ارسال میشه. امیدوارم مورد پسندتان قرار گرفته باشه و تمام دوستان میخوایم که در چنل افغان لرنینگ زون سابسکرایب کنن در یوتیوب و اگر کدام پیشنهاد، انتقاد و یا کدام سوال داشتین میتونین در صفحه افغان لرنینگ زون در فیسبوک و همچنان در چنل افغان لرنینگ زون در یوتیوب با ما در میان بگذارید. اوقات خوش، خدا نگهدار.